سلام به دوستان ایزدکار. امروز یک شنبه 6 هفته 1404 در بازار خودرو چه خبر؟ امروز مکانیسم ماشه فعال شد، ولی در بازار خودرو اتفاق خاصی نیفتاد. این ناشی از حالتی به نام حالت پیشخور شدن اثر روانی. به این صورت که بازار قبل از یک رویداد مهم واکنش خودش رو نسبت به اون نشون میده. مثلا در هفته منتهی به مکانیسم ماشه دلار و طلا رشد قابل توجهی داشت. در بازار دلار به 110,000 تومان و سکه هم به 110 میلیون رسید. ولی با فعال شدن مکانیسم ماشه امروز بازار طلا و ارز ریزشی بود، چون اثر اون خودش رو پیشتر در قیمت ها لحاظ کرده. بازار خودرو هم همین راهو در پیش گرفته و امروز تغییرات قیمتی خاصی در بازار خودرو نداشت. حتما ویدئویی که در کانالمون مربوط به اثر مکانیسم ماشه بر بازار خودرو هست رو ببینید تا بدونید بازار به کدوم سمت حرکت میکنه. ممنون که ما رو همراهی کردید.